سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در یک شنبه بازار پاییزی سومسرا. امروز یک شنبه 11 آبان ماه و ساعت حدود 9:30 صبح. علاقه عزیزان به بازار و گردش در شهر سومسرا به ما این انگیزه رو داد که یه گردشی هم در بازار پاییزیش داشته باشیم. بازار سومسرا در نزدیکی ورودی شهر و در بهترین نقطه با دسترسی عالی قرار داره. این بازار در دو بخش مرغ و جوجه محلی و بخش دیگر مثل میوه و سبزیجات، محصولات محلی، خشکبار، ماهی و پوشاک تشکیل شده که این دو بازار در روبروی هم برگزار میشه. سومسرا یا به قول محلی‌ها سوماسارا مرکز شهرستان سومسراست که با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 23 کیلومتر فاصله داره. این شهر جزو شهرهای غرب گیلان محسوب میشه و در همسایگی شهرهای انزلی، رشت، اومن و مارسال قرار داره. سومسرا قطب پرورش ماهی‌های گرمابی و مرغ استان هم هست. شهرهای معروف این شهرستان زیابر، گراب زرمیخ، طاهر گراب و کلمشهر یا همون روما بازار یا مجقر هستش. قبلا ولاگی از قدم زدن در بازار تابستان یک شنبه بازار در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به شهر سومسرای کانال ما که در اون ولاگ‌های زیادی از جاها و شهرهای دیدنی این شهر قرار داره موجوده. لینک این پلیلیست رو برای در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. از تولیدات این شهر میشه به چای، برنج، مرکبات، انواع چوب‌ها مثل صنوبر، توتون، زعفرون و انواع سبزیجات مثل کدو و ترب اشاره کرد. مردم این شهر واقعا مهمان نوازن. در ویدیو هم خواهید دید. اگر شما هم مثل ما به دیدن زیبایی‌ها و بازارهای محلی استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در کانال آشپزی ما هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانالمون رو هم در قسمت توضیحات برای شما قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. میخوای سر بزنی؟ اصلا دوی چنده؟ دونی چنده؟ 250 چاقو شده آقای علی میاد چه خواهی سلام سلامتی او دارن جایی برو بگرش شد یه بلد
کیلو چنده حاجی؟ 50. کلومه هست یا نه؟ کلی پرورشیه؟ نه اینه دریایی. اینه پرورشی. چی کلومه هست؟ بله. نه چون به جای پوری خسته نباشید. مای سفید چنده دونه ای؟ 300 200
بزرگا چی؟ بزرگ اینجا داریم یک 300 دو تا 500 اینا دونی یک 100 گلی داریم اوی گلی داریم اوی 2500 آی سفید 2500 وای ارسان یا کیلوی چنده؟ 130 حسن اوجاجی دونی چنده اینا؟ دونی چنده؟ دونی 15 تومن اینا 15 تومن این قرمزه چی؟ کیلویی؟ حسن اوجاجی کیلویی چنده پرتقال؟ گزل کیلو چنده؟ زعفرانی تو نمیدونم والا چی بگم این سفید پرورشیه؟ بله چی بهش میگه اصلا؟ آمون آمون چند کیلویی؟ 170 مثل سفید خوشمزه نیست که؟ نه دیگه بالاخره پای سفید نمیرسه نه بس
بله بله بابا یه مرا به سال گشتی بلام سی یو سی بینم خود آقا باشه هاتی فامیله کلی چند گردو؟ مرسی 220 این سرگله؟ نه این که شکسته است چند کیلویی؟ این 250 سرگل 350 ساقه چنده؟ ساقه 100 تومن اینجا دارم 70 70 تومن اون 25 تومنه اصلا نباش خودشم شما باش کن باید خواهم
ماری کاغیر پولا بدم آدم پول بدن خورد بخور آدم کاغیر پولا بدم کاغیر حقوق بدم چاردی گوی چاردی پول نری آقا بیا سیب زمینی ما خیلی خوب آقا حسب چه آقا حسب چه پونزه حسب چه پونزه آقا چه باید پونزه همین باید پونزه آقا چه سود اینو داده کوپای الان
بازار نیه پشتر نیه پشتر نیه شلوانو 50 تومن. چند ازگی؟ 50. 1 کیلویه؟ Türkiye mi deri? آقا عکس نگیری آقا. دیگه باشه. Alarm çeyret Mongol var. Yara Sivas si tumuna var. Anora mardam, anora mardam. Bir proje narengi. Ha bu da bana saman. Abinler. Halu mali bacayda. Narengi biz zaman ağa. Narengi var biz zame. Narengi biz zame. 50 kuling o. 50 kuling. Mani var ağacan. Fiyat sistemini ki. کیلو چند اصلا؟ 350. میشه نیم دلار. دلار امروز 71 دلار. Signori Bertanardi,
گلگل بهاری بردم نارنگی سری آقا خیار گوجه بادم جان خیار گوجه بادم جان بچه نوعی فیلم داریم بچه نوعی بردم بچه نوعی آقا میگه از من فیلم بچه نوری بردم گلگل بهاری بردم خوشگل نوری بردم خوشگل نوری بردم گلگل بهاری بردم خوشگل یاری بردم خوشگل یاری بردم گلگل بهاری بردم حسن چو چاقه؟ آره بخوام من سوال میکنم برای بقیه حسن از این چرا؟ الان نگه بودی هم بینی سیر بقالای عالی برگ سیر بقالای عالی برگ سیر بقالا بله دانه 130 هزارم بله 150 هم باقی هزار نانه 130 مایی داره 1 کیلو 200 گرمی بری بو زنده و تازه میوه مرقم 35 میوه مرقم علی چاولری حسن نباش کلی چنده؟ 120 خدایی 50 بینیتر نرفاندم نماشتای یا قربان نماشتا کم نمک سرارمی ما این شور نیست بار لوکس خدا وکیل فراوان بده خدا تایزن نداره بده قربان زمان همه چی نامبروان اینجا قربان اورجیناله کبابه بره هستش ماهی دونم ماهی سرای شام قهرمان 6 دوره المپیک از فستیوال کن جان جان از بغال خورش تا خود فسنجون مزه غذاست چون خودت گفتی بیارمت آوردمت پاپا به 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 نامبروان اورجینال یکه به ماهی سخنگوی آقا ماهی سخنگو ماهی شور فرد اعلا فراتر از بهتر بودن کبابو بعد رفتش ماهی روغنی ماهی فرد اعلا حشمت نامبروان او کلمت جان آقا
حميد لابو الشلغة والله और 20 नवा की ओ तो बताओ